دوستان عزیز، آیا میدانید دشمن خطرناکترین در ماه شریف رمضان برای ما و شما کیست یا چیست؟ دوستان عزیز، واقعا جای پنهانیش نیست که از همه دشمن خطرناکترین برای ما و شما این روزها و از همه یک دشمنی که میخواهد روزه ما و شما را فساد کند، فاسد کند و ویران کند و یک دشمنی که میخواهد ماه شریف رمضان این فرصت بزرگترین را از ما و شما کشیده بگیرد، انا همین تلفن های موبیلی است. دوستان عزیز، این شبکه های اجتماعی که در این تلفن موبیلی ما و شما یا در پلنشیت های ما و شما که هست، همه همین دشمنی خطرناکترین و بزرگترین ما و شما شده است. امروزها چقدر جوانها وقت پرقیمت خود را و یا هر یکی ما و شما امروزها در شبکه های اجتماعی نوبسته اینستاگرام است، تیک تاک است، یوتیوب است، آن نوارهایی که برای ما و شما یا برای آخرت ما و شما، نه در این دنیا و نه در آخرت، برای ما و شما یگان ذره فایده ندارد، برعکس برای ما و شما ضرر دارد و زیان دارد. امروزها وقت خود را ما و شما صرف کرده ایستادیم و مخصوصا که این ماه شریف رمضان یک فرصت بزرگ نزدیک شدن به پروردگار، ما و شما امروزها یا مخصوصا جوانها امروز در همین شبکه های اجتماعی یا پیگیری بلاگران، شما تصور میکنید امروزها بلاگرها صدها هزارها یا بلکه میلیون ها به قول پادپیسچیک ها دارند. دوستان عزیز، آنهایی که با هزل و شوخی و با سخنهای باطل و یا با صحنه‌چه های باطلی که وقت ما و شما را بیهوده صرف میکند، آنها شما تصور میکنید آنها راه خود را برای خود امروز انتخاب کردند. منظور آن نفرهایی که به فساد دعوت میکنند به نام بلاگرها، آنها برای خود راه خود را انتخاب کردند، آنها را خیلی دشوار از این راه گردانیدند. اما ما و شما یا ای جوانها، برای ما و شما چیکار کرده است که امروزها همون میلیون هایی که امروزها پادپیسچیک همان ها هست ما و شما هستیم. آنها از خارج آمده پادپیسچیک جمع نمی کنند. همین هموطنان ما و شما، برادران ما و شما، خواهران ما و شما، همین ها هستیم. دوستان عزیز، شما تصور میکنید چنانه که الله سبحانه و تعالی در یکی از آیه های مبارک برای ما و شما همچون مثال یادآور شده است که الله میگوید و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. میگوید که روز قیامت انسان، بعضی نفرها انگشتان پشیمان را گزیده، دستان خود را گزیده، پشیمان شده، ای کاش من پیروی پیامبر می شدم، ای کاش من پیروی دینی پیامبر می شدم، ای کاش من یک نوارهایی می دیدم که برای این دنیا و آخرتم فایده می آورد. انگشت پشیمانی می گزند. میگوید الله، میگوید یا ویلتا، ای وای بر حال من، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی را برای خود دوست نمی گرفتم. ای کاش نشود که روز قیامت ما و شما انگشتان پشیمانی را گزیده گوییم که ای کاش من به فلانی پادپیست نمی کردم، ای کاش من نوار فلانی را نمی دیدم، ای کاش همین تلفن جنیور در دستی من نمی بود و شبکه های اجتماعی نمی بود. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. انا همین بود که مرا چیکار کرد پس از آنه که الله حق سبحانه و تعالی دعوتش را برای من رسانید. من مسلمان بودم، میشنیدم که دعوتگرانی بودن، انسانهایی بودند که از راه ناحق به راه حقیقت مرا کشاله میکردند و دعوت میکردند، ولی انا همین دوستی من، انا همین شبکه های اجتماعی، انا همین بنام بلاگرانی که امروز جوانها را گمراه کرده ایستاده‌اند، اضلنی عن الذکر، مرا گمراه کرد. و کان الشیطان للانسان خذولا. شیطان
همیشه و همواره انسان رو چیکار میکنند؟ خار میکنند و واگذار میکنند. به عقبش نگاه نکرده میگریزند. وای بر حال ما و شما است. بنابراین دوستان عزیز، از این دشمن خطرناکترین، دشمنی که لحظه های پرقیمت ما و شما را میدزدند، از این دوری جوییم و همین ماه مبارک آغاز ما و شما به یک صحیفه نو شود و از همون نفرهایی که امروز جوانهای ما و شما را گمراه کرده ایستاده‌اند و به سوی بیهودگویی و بیهودکاری دعوت کرده ایستاده‌اند، الله سبحانه و تعالی ما و شما را و جوانهای ما و شما، جوانهای امروزه را نگهبان باشد تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.